گروه نوبتی رو دعوت میکنیم. عربشو کمپانیا با صحنه هجوی. مرحمت. الو هم افیچر خو رفت افیچر رو خوش برد نگو ها ما که پیدا ما ملادای رو روی که میخواب بخندم همه ملادای رو جمع کن روی که میخواب بخندم ها او دا آمدیم برابر شو نظام با پیش با قدم مش مادر وطن مادر وطن خونت نمودایم مادر وطن مادر وطن ایست یک دو میدونه ما کیون اینه بخواه من اگر در کوی شبکو اشما ورم سالدم کوی که تایار مکن فهمیده مرا میدونه ما کی میشم من بابا جانی تیلوی تون میشم فهمیده نه چطور میشیدم بابای برفی بابا جانی تیلوی من شما ده یک سوال میدیم کی بخواهیش خودش خدمت آمدن یک قدم به پیش ها بچه سوالی من نفهمه بود چی بودا رفیق سرجان سوالت فرمون چی فهمه بود اینجا یکون کس بعد خواهیش خودش اومدگی نیست ها فهمیده میشه که همه شما رو ابلا و قبی دیگه یا تو چه خیلی وردم مرا محترم سرجان همسایه‌مون دانی دادن اخی به یک قدم به پیش سربازی خطوری شما رو چه خیلی وردم مرا این همین نوشترگی شوه بازار در رفتم پرادکت خرید که رفتم نه گفتم خرید کنم که یک قلقوله شید دیگه نمیدونم آوردن من اومدم راستی گپ یه وقت میخیدم در چه سبزی پوست کستم اخی بیستا شما را چه خیلی وردم ما را رفیق سرجان ایداری صندوق خبیدم خوی نوی وطن او تو خدمت نکنه این خدمت نکنه من خدمت نکنم کیک دل وطن خدمت نکنه همه بهوده سرگردان شدن من خودم آمدنی بودم بدانیدم من دینم پلیگون در رفتم عصبم کم کم ویران شده گرد برای بابا جان تیلایتون خنداندن میدونیدن چیکار میکنه میخندونه آفرین حاجی یک تا مگنیتوفونی سامبوفر گفتم من اومدایم وای وای من اومدایم وای من اومدایم تو را ببینم بیروم من اومدایم وای وای من اومدایم شدیت یک ساوری میلی بخواد یک کیف کنه به اتم بگه روما بیو کیم چی کنه یک تاجیکی خمانه بخونه تاجیکی لطه بستم در دهنی دروازتون آچه من رایی میکنم خانتون لطه بستم در دهنی دروازتون آچه من رایی میکنم خانتون اینیم تومر دارد سبلرزانه برگش لرزد سختگی تیزد و خامش لرزد سبلرزانه و خامش لرزد کم دادیگه بردار یلمه شدق حقیقتی شما شوخی نکنم که کنه رادیو جان رادیو از بحر و بر میدیاد نو خبر یاد رادیو شکو حاضی محترم سرجان رادیوی امروز تولد میکند به خبر نمون فرزنددار میشوی دهشت نرخ گوشت گاو به 27 سامانی رسیده است چی مگر گاو بنزین خورده است دهان گفت من کلان میشوم عجبا وای بر حال ژیلوتکا کی چی میشود طاقتی بوی بد ندارم اگر به خواب من در آمدی التماس پایتان را شوید دیگه کنن دیگه بزنه السلام علیکم شنوندگان گرامی در موج برنامه اطلاعاتی کریمینالی دیروز در نزد بازار برکت دو صادرکننده جنایی را دستگیر کردند که یکی دارای 5 کیلوگرم مواد سخت تاثیر ضررآور سیمیچکا و دیگر 3 کیلوگرم مواد سخت تاثیر ناس دستگیر کرده شد. در نتیجه کارهای لابراتوری دو موش به هلاکت رسیده 25 ترکان دیگر زیر جراحت قرار گرفتند. روز 25 می باز یک صادرکننده دیگر را دستگیر کردند که جنایتکار تشریف خلیلوف در نزد کاخ باربد ماشین تمغه 2107 را به کلید برده ایستاده است.
дар пеши беморхонаи қараболо ба даст афтод. کارمند ملیسا صدردین نجمیدین و شبنم سوریا او را دستگیر کرده 2 سال از صحنه آزاد نمودند. همه دین من سرجنت گفت که همه تیر پرانیده اومد تیار نیستن. دین پلیگان تیر پرانده. پرانه. که من امروز یک نظر بگذارم چی خیلی میپرانید برای پگاه تیار شد. تو دوربین تا بگی پیش برم. فقط نگاه کن. رفتم سرباز قطوری. بپران نگاه نکن. نرسید. تمام. تو بپران. ای رفیق شیرجان بالا و شکیده گذاشت. شما هم خیلی اینجا بیا دیگه چی خیلی پرانان خیلی پرانان تماشا کن اونا رفته است نگو چی خیلی شیب خیلی تماما نرسید. الان شما الان خیلی میپرونه فهمیده نه؟ تو پدرما را همه شیشه و بارکه میکنید همه چیشه ساعت فویز رفیق سرجان یه سوال 2 سوال ما همین در همین چاس 2 سال با چیکار میکنیم؟ در همین چاس 2 سال چیکار میکنید؟ اوینا ما چیکار کردیم میکنیم سال 2 سال همه میدونه که در همین چاس شنبه یک شنبه او دیخواین دیگر روزا بکوریم باقی گرد ماندگیش در کزارما میخنده شگا مش دن درن دن دن درن دن دن درن دن رن برن دن بن درن دن بن درن دن بن. برآمدی عربشو کمپانیا بود در بخش سیوم یعنی صحنه هجوی. گروه عربشو کمپانیا در روی خط ما تحت رقم 04 نامنویس شده است. خب اگر SMS فرستید بر رقم 04 را گرفته بر رقم 1617 ارسال دارید.